سلام دوستان عزیز، اینک ما در تکستیل یعنی که تانکا حضور داریم. اینک اینجا تانکا نیست و این راه نو رو دیدید اینجا شده است، چند شد و اون طرف ما روی سربر می رویم و این طرف روی تکستیل و اینجا هم روی تکستیل طرف خونه‌های الیانس دیده چقدر روی زیبا روز اینجا ساختن و استفاده دادن. اینک راه ما دوستان عزیز این طرف می رویم، طرفی روی چهارراه دونپچر. ما از این بینو سر میکنیم، کوچه شفچنکو 115 شروع میکنیم. چخلک دیده اینجا همه را چپا کردن و اینای هم با قریبی ممکن چپا کنن و در جایشون بیناهای بلندآشیانه بسازن. اینک یکم ما داریم سوا شاپ و داروخانه و مرکزی سودا شروع کردیم دوستان عزیز. اون طرف هم دوستان باید داریم آشیانه چهارشنه دوره سوویتی، ولی اونجا هم چپا میکنن آینده و آن اون خیلی که دیده ایستاده بلند آشیانه میسازن. اینجا داریم پریما تکنولوژی و مغازه تکنیکا. دیده دوستان اینجا بیا کامپیوتر همه چی میتونید خریده. اینجا دوستان عزیز سر هر چی تستایور بوده است. واه تاریخ نیستیم. جا маршрутка 11 میرود، маршрутка 2 میرود و پرچم رو بینه. دوستان عزیز نگاه کنید، در سرحدچی کارگر لازم حتما بیاید. کسی این نوار دید بیاید. نگاه کنید از اون طرف چقدر بلند آشیانه آسمان خراش شده ایستاده. اینجا اوجه با فکرم نگاه کنید هیچ کی نیست. ممکن است آینده اینجا دپلان باشده. اون طرف ایکس آفتو مسئله ساختمانی نه، مسئله اتومبیلی، قسمای احتیاطی اتومبیلی. این طرف داریم با دوستان کوچه های شفچنکو بود، پاتریوت، کافه فود. گل های هم اینجا خیلی زیبا مونده. نگاه کنید بهار دوستان. امروز ششم مای ایمو او امروز اپریل بوده. ستاندارد مالیا، ستاندارد فینانسی چی باشد؟ جمعیتی تقه ستاندارد مالیا سراغه تقه چی؟ ما چطور خبر دوستان میخونده اینجا ایستگاه ساعت 15 و 19 بله 15 و 19 بود از دوستان عزیز. این بلند آشیانه ما از طرف تکستیل اومده استیم. اون ندیدید اصلی اوشی سرفراز مغازه این چی باشه؟ جی پی اس SSTV отпечатки که پالسی دارد، چشم دارد، خانه او نفهمیدم چیز ولی بعد میابیم. با لذت قهوه خانه دوستان عزیز، کافه. نگاه کنید گریل ها، طبق های در عکس بامزه میتوبند. قهوه خانه، طرب، طبقه، کافه. جوجابیریان هم داریم اینجا. و این نگاه کنید این آشیانه دوره اینجا بیام خروشوف بینه ها. اینجا مغازه‌چی های یک آشیانه بودن، اینا چپا کردن و در جایشون بو بلند آشیانه. اینجا وای نبود ویتریزویتیل. اینجا دوستان ویتریزویتیل الکگل ننوشد که اینجا رو خبر بگیرید. маршрутка 25 فیردوس هتل. دوستان بینو رو بینید. نگاه کنید چقدر زیبا بلند آشیانه. این چند آشیانه داشته باشه. و این بینوها این طرف دویم رودم و بعد همین بینوی زرد رو دیدید دویم رودم شروع می شود و اون طرف می برن طرفی اپرا و بالت. این بینو رو بینید. فیردوس هتل، مهمانخانه فیردوس. دوستان در اون کنجش چایخانه تاجیکان بوده است. اینجا حتما در اومدن لازم است.
این طرف گفتم با ویتریزیتیل بود و چند بینوی دیگه بودن این برهم دادن و در جایش این بینو رو دیدید. اوه چه زیبا. چه خانه تاجیکان دوستان. دوام میتیم دوستانی عزیز. انا این بینوی آینگی این رو من خودم نامیدم. خیلی زیبا. نگاه کنید یک طرفش تماما پوره از آینه تشکیل داده شده. در اینجا رستوران بار پوینتس دید قهوه‌خانه پوینتس لا فامیلیا. دیده دوستان اینجا لا فامیلیا بوده است. آن این دوستان در نوار گذشته دیده بودم اینجا ساختمان رفته ایستاده بود. اینک دوستان عزیز با استفاده دادن. این بینوی سود عالی جمهوری تاجیکستان. یک قرصک دوستان عزیز، یک قرصک سودی عالی در رو پروی طرف خانه پوینت. نگاه کنید گل ها شکوفون. برای چی من تازه کرده ایستادم باران دوستان عزیز. خیلی هم آویزاهای نوروزی ایستادن. نوروز مبارک. و از این طرف دوستان بعد از بینای طرف خانه پوینت با یک بینای دیگه داریم. خانه شب مغازه لوکسور باشی هم جای یگان لیسترا باشد. مسئله ساختمانی و سن تکنیکی داریم دوستان. این بینا رو ببینید و دوام میگیم. دیل ورکشاپ اینستاگرامش رو مونده. دیرم مغازه داریم دوستانی هست. و این بعد استودیو عالی جمهوری تاجیکستان دوستان. این بینای دیگر مثل همون بیدو خیلی زیبا. آفرین. دوام میگیم. دیرم مغازه و لامبار داریم، تیسل داریم، موبایل داریم و دوشنبه سیتی بانک داریم دوستانی عزیز. دادان اون طرف ما از تکستیل اومدیم. سودی عالی جمهوری تاجیکستان و اینک اسم میرم. انا بینورم خیلی زیبا ولی این با از وای زیباتر. دوشنبه سیتی سراشنaya فото دوستان.